به نام الله بخشاینده مهربان. روز زن با گریه به برنامه یک شیخ معروف عرب زنگ زد. شیخ آرامانه پرسید: چرا اینقدر گریه داری خواهر؟ زن گفت: من گناهی کردم، نمیدانم آیا الله مرا میبخشد یا نه. شیخ گفت: الله همه گناه ها را میبخشد اگر انسان توبه حقیقی کند. اما آن زن باز گریهش زیادتر شد و گفت: نه گناه من از آن هم سخت‌تر است. شیخ حیران شد چی گناه کرده باشد و باز هم پرسید: چی گناه کردی که اینقدر ناامید شده ای؟ زن با گریه ولی آرامانه قصه کرد: یک روز با شوهرم بحث کردیم. من عصبانی شده از حد گذشتم. با زبانی سخت گفتم: جوابم را ده، یعنی طلاقم را بده. شوهرم خاموش بود، چیزی نمی گفت، اما من باز تکرار می کردم. حتی گفتم: تو برای من بی‌پروا هستی. و باز با کینه گفتم: اگر مرد هستی جوابی مردانه ده و مثل زنان خاموش نباشی، طلاقم را بده. این سخنها به عزت نفسی شوهرم رسید. او هنوز هم خاموش بود و در جای نشستهش مثل نشستهش می نشست. اما در دلش غم و رنج جمع شد. نقص دل طاقت نکرد. همین لحظه دلش از کار ماند، یعنی دلش از تپش مانده است. اما من بیخبر از این واقعه باز هم سخنهای سخت و جنجالهای خود را ادامه می دادم. نمیدانستم که شوهرم دیگر جواب نمی دهد، زیرا محبت و صداقت او همان ثانیه ها با دلش همواره خاموش شده است. زن گریه کنان به شیخ گفت: من خود را سبب مرگ شوهرم حس می کنم. آیا الله مرا می بخشد؟ شیخ نیز چشمان خود را پایان کرد و سکوت کرد و تنها گفت: خداوند رحمدل است. چیزی علاوه نکرد. از این حکایه برمی آید که مردها همیشه با سخن جواب نمی دهند. خاموشی آنها معنای بی‌پروایی را ندارد، بلکه بسیار وقت نشانه صبر و سوختن دل درون است. اما هر انسان حدی طاقت دارد. یک سخن سخت می تواند تمام محبت را بکشد، حتی دلی که سالها از محبت زنده بود. خواهران عزیز، پیش از آن که کلمه سخت بگوید اندیشه کنید. شاید همان یک کلمه عائله و خاندان شما را ویران سازد و دل از کار ماند.